بحث از مهاجرت که میشه یکی از بزرگترین قدمایی که هر کسی باید برداره گرفتن مدرک زبانه. من امروز اینجام تا به شما کمک کنم حداقل بین آیلتس و تافل یکی رو انتخاب کنید. بهتون ویژگی‌های هر کدوم رو میگم، تفاوتاشون با هم و مزایا و معایب، تا بتونید تصمیم بگیرید کدوم واقعا مناسب شماست و کدوم آزمون زبانه باید بدید. خیلی هم سعی میکنم بی‌طرفانه حرف بزنم تا روی تصمیم گیری شما هیچ تأثیری نذاره و راحت بتونید تصمیمتون رو بگیرید که کدوم یکی از اینا رو میخواید بدید. و واسه اونایی که میدونن و واسه اونایی که نمیدونن، من آکیرام، you're watching my YouTube channel. بریم شروع. شاید خیلی مسخره بیاد که چرا من دارم ویدیو رو از اینجا شروع میکنم، ولی خب واقعا برای بعضی سواله. ما چرا باید برای مهاجرت کردن مدرک زبان بگیریم؟ تایم استمپ میزنم، میتونید بزنید جلو. ببینید، وقتی شما میخواید برای تحصیل و یا کار مهاجرت کنید به کشور انگلیسی زبان یا حالا خارجی زبان، چون انگلیسی زبان بین المللیه، شما باید یک مدرکی رو ارائه کنید از اینکه یک دانش نسبی نسبت به زبان انگلیسی دارید. تو خیلی از موارد هستن که اصلا نمرش هم زیاد اهمیتی براشون نداره، فقط باید مدرک رو داشته باشید، چون جزو اسناد و مدارک و مستنداتیه که چه واسه حالا کار یا تحصیل لازمه برای شما. حالا آره هستن شغلایی که یک مینیمومی برای نمره مدرک زبان شما قائلن، یا دانشگاهی که نمره مینیمومی دارن واسه اپلای کردنشون. پس داشتن این مدرک زبان واسه این مهاجرت یکی از ملزوماته. حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه نه، عمه خاله مامان من مهاجرت کرد مدرک زبان نداشت که. حالا ما که نمیدونیم کیس مهاجرت اون چی بوده و چه جوری رفته. من دارم حالتی رو میگم که استاندارده و یه نفر که بخواد کاری و تحصیلی اپلای کنه باید مدرک زبان بداره. خب منطقا همتون یه اطلاعات بیسیکی راجع به آیلتس و تافل دارید، اینکه تافل واسه آمریکاست، آیلتس واسه انگلیسه. و قدیما میگفتن کسی که میخواد بره آمریکا تافل میده، کسی که میخواد بره حوزه اروپا آیلتس میده. بودن حتی آدمایی که میرفتن تافل و آیلتس رو جفتشو میدادن که واسه آمریکا و اروپا جدا اپلای کنن. الان حال حاضر، من قدیما رو اطلاعی ندارم، ولی الان در حال حاضر چه دانشگاه آمریکا چه دانشگاه اروپایی‌ها تافل قبول میکنن و آیلتس، آمریکایی‌ها هم آیلتس قبول میکنن هم تافل. یعنی محدودیتی نداره که کدوم میخواد بدید، جفتشون به یک اندازه مقبولیت دارن. میگم بعضی از دانشگاه‌ها تو دولینگو قبول میکنن. اگه بخوایم این دو تا آزمون از بیرون با هم مقایسه کنیم و هنوز وارد جزئیات و محتویات هر کدوم نشیم، خب یه سری تفاوت‌های خیلی بارز داره. یکی این که زمانشون با هم متفاوته. زمان تافل از آیلتس کوتاه‌تره. بعدی بحث هزینه است، بحث مبلغی که باید واسه دادن این آزمونا پرداخت کنید که خب تافل از آیلتس گرونتره. بعدش اسکیل نمره دهیشه، یعنی مرجع نمره دهیشه. دوتا مکانیزم متفاوت داره. توی تافل و آیلتس 4 تا تسک داره دیگه، اینا چیزایی که توی اکثر آزمونا همین شکلیه: لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ. توی تافل هر کدوم از اینا از 30 سنجیده میشه و بعد نمره کل شما مجموعی از همه تسکای شماست. ولی توی آیلتس نمره های شما در هر بخش از 9 سنجیده میشه و در آخر میانگین گرفته میشه و تقسیم بر تعداد که 4 تاست میشه. یکی دیگه از مهمترین تفاوتایی که این دوتا آزمون با هم دارن و برای خیلی‌ها من جمله خود من تعیین کننده بود توی انتخاب آزمونشون و هست، اسپیکینگ این دوتا آزمونه. یه عامل تعیین کننده دیگه هم بود که خب الان زیاد دیگه در نظر گرفته نمیشه، چون اون موقع خیلی هم میگفتن که تافل فقط IBT داخل کشور ما داره برگزار میشه، یعنی اینترنت بیس تافل، و باید توی کامپیوتر برید آزمون بدید. اون موقع ها آیلتس کاغذی هم توی ایران برگزار میشد، ولی خب الان نمیشه. الان فقط کامپیوتر بیس آیلتس برگزار میشه. تا حالا نمیدونم شما دارید این ویدیو رو کی میبینید و ممکنه بازم پیپر بیس برگزار کنن یا نکنن، ولی خیلی هم میگفتن، من جمله مثلا داداش من گفتش که من حس بهتری بهم میده وقتی دارم آزمون میدم بنویسم رو کاغذ، رایتینگمو بنویسم. خیلی ممکن بود بگم ما اصلا تایپ کردنمون تند نیست، میخوایم بریم بنویسیم، نمیتونیم تایپ کنیم. ولی الان هم آیلتس هم تافل داره به صورت کامپیوتری برگزار میشه. خب یه چیز دیگه ای هم که بود، آزمون آیلتس شما تو 2 روز برگزار میشه. شما یه روز میرید آزمون اسپیکینگ میدید، یعنی صحبت کردن و با یه اگزمینری صحبت میکنید، باهاتون مصاحبه میشه، ازتون سوال پرسیده میشه. ولی آزمون تافل اسپیکینگش روز آزمون اصلیتونه، همون روزی که رایتینگ و ریدینگ و لیسنینگ رو میدید همون روز هم اسپیکینگ میدید که حالا بیشتر بهتون توضیح میدم.
توی آیلتس زمانی که پیپر بیس بود، آدما یه روز میرفتن و بهشون میگفتن یه اگزمینری بیاد باشون مصاحبه کنه و میرفتن خونهشون و دوباره یه روز دیگه میمدن پیپر بیس روی کاغذ امتحان میدادن. الان که CBT شده، یعنی کامپیوتر بیسد شده، شما از طریق کامپیوتر باید پشت کامپیوتر با یک اگزمینر صحبت کنید، یعنی حالت ویدیو کال طوریه. حالا اینو گفتم که به این برسم که چرا اسپیکینگ تافل و آیلتس یک موضوع تعیین کننده در انتخاب آزمون واسه هر کسی که میخواد آزمون بده. خیلی ها ممکنه آدمای درونگرایی باشن، آدمایی باشن که وقتی میخوان با این نفر حرف بزنن استرس بگیرن یا مثلا روشون نشه جلوی نفر انگلیسی صحبت کنن. خب برای همچین آدمی اینکه بره با یه اگزمینری، با یه نفر که قرار از سوال بپرسه باش انگلیسی صحبت کنه، خب منطقاً راحت نیست. یعنی مثلا باید با طرف آی کانتکت بگیری، مثلا در و دیوار رو نگاه نکنی، بتونی همزمان که داری باش آی کانتکت حفظ می‌کنی یه جوری که مثلا انگار خیلی فرندلی طوریه، نه اونقدری مثلا رسمی، یا به صورت خیلی راحت صحبت کنی انگلیسی. خب برای خیلی‌ها من جمله خود من این خیلی سخت بود که بخوای بری با یه نفر که تازه دیدیش صحبت کنی، حرف بزنی، ازت انگلیسی سوال بپرسه، باش تماس چشمی برقرار کنی، طبیعی به نظر بیای، روی خط سیری ثابتی صحبت کنی. علاوه بر اون قرار بود که یک روز بری اسپیکینگ بدی و یک روز بری بقیه تسکات رو امتحان بدی. و خب ممکن بود این وسط فاصله هست دیگه، یه روز باید کامل بری استرس اسپیکینگ تو بکشی، یه روز باید کامل بری استرس اون یکی ادامه تسکات رو بکشی. و این وسط هم اگه اسپیکینگ رو خراب کرده باشه قطعا روحیت افت میکنه و روی اونها هم تاثیر میذاره. به خاطر این دو چیز من خودم تافل رو انتخاب کردم. حالا اسپیکینگ تافل چجوریه؟ اسپیکینگ تافل شامل 4 تا بخشه و این 4 تا بخش، یه بخشش یه دونه پرسونال اتیتودته که باید راجع به یه قضیه صحبت کنی. یه سوالی ازت پرسیده میشه، میگی این یا این، do you agree or disagree؟ به نظرت این اتفاق بیفته یا این اتفاق بیفته؟ شما باید انتخاب کنید که من میگم این اتفاق بیفته، برای شما 2 تا دلیل بیارید که چرا فکر می‌کنید باید این اتفاق بیفته، یا چرا 2 تا دلیل بیارید که چرا با این قضیه موافقید. تسک 2، 3 و 4 تافل شما نیازی نیست که فکر کنید. من خودم آدمیم که توی استرس مغزم قفل میکنه. توی اسپیکینگ آیلتس از شما یه سوال میپرسن که خب مثلا تابستون پارسال مثلا چه خاطره‌ای دارید که خیلی براتون مهمه، یا مثلا همینجوری میپرسن راجع به اینکه مثلا راجع به دوستی چه فکری میکنید، اسم دوستتون مثلا چیه، کجا باهاش آشنا شدید، یه خاطره خوب باهاش بگید، چه مدل دوستیه، تا حالا شده به دوستتون دروغ بگید و حالا یه سری چیزای آکادمیک که اگه توی یوتیوب سرچ کنید میتونید ببینید که مثلا چه مدلی معمولا جو مصاحبه های آیلتس، حالا نمیدونم CBT شو داره یا نداره، ولی میدونم حضوری شو داره که یک اگزمینر نشسته سوال میپرسه و یک انسانی نشسته که اونجا حرف میزنه و تو نباید زیاد معطل کنی وقتی داری اینا رو جواب میدی. قضیه اینه که همه اینا سوالایی که تو خودت باید راجبشون یه ایده‌ای داشته باشی. من وقتی یه نفر ازم سوال میپرسید توی چنین شرایطی کلی چیز میست تو ذهنم میومد و بعد همه اینا رو فکر میکردم، جمع و جورشون میکردم، جمله بندی میکردم و خب تایمم تموم میشد. ولی وقتی که رفتم اسپیکینگ تافل رو دادم، به من این قابلیت رو داد، این فلکسیبیلیتی رو داد، این انعطاف رو داد که بتونم از تمپلیت استفاده کنم و فقط قرار بود راجع به تسک 1 فکر کنم، چون تسک 2، 3 و 4 بیسیکلی اینه که تو سامرایز کنی. تسک 2 یه دونه متن کوتاه میخونی راجع به یه اتفاقی که توی دانشگاه داره میفته، بعد 2 تا دانشجو با هم شروع میکنن حرف زدن و تو باید بگی که اون تو چی خونده بودی و این 2 تا چی گفتن و در نتیجه چی شد. تسک شماره 3 یه دونه متن آکادمیک میخونی راجع به مثلا یه موضوع آکادمیک تو بیولوژی، مثلا چه میدونم چیزی راجع به سوارم اینتلیجنس توی حالا مثلا رشته ما، و بعد یه استادی میاد به سر کلاس اون متن رو درس میده و میگه که مثلا بذارید یه مثال براتون بزنم و شما قراره این دوتا رو با هم ترکیب کنید و توی اسپیکینگتون بگید که چی بود و چجوری مثالی که دکتر به ما داد، حالا استاد به ما داد، به ما کمک کرد که بیشتر بفهمیم کانسپت فلان موضوع رو. 4می هم فقط داره لیسنینگ رو میسنجه و بعد اسپیکینگ، یعنی متن رو نمیبینید میشنوید بعد میگید اون یارو چی گفت. خب همینجا متوجه میشید چرا تایم آزمون تافل از آزمون آیلتس کمتره، چون وقتی شما دارید آزمون تافل رو میدید تسکای اینتگریتد زیاد میبینید. اینتگریتد یعنی در هم آمیخته شده. الان شما داره اسپیکینگ میدی ولی همزمان با اسپیکینگ شما توانایی ریدینگ شما و توانایی لیسنینگ شما هم داره سنجیده میشه. واسه همین لیسنینگ آیلتس 60 دقیقه است ولی لیسنینگ تافل 30 دقیقه است. خب تایم کمتریه، تعداد سوالای کمتریه، ریدینگش هم اینطور. شما ریدینگتون رو دارید توی بخش رایتینگ و اسپیکینگ هم میسنجید. اینا اینتگریتده، پس خیالشون راحته که دارن خوب شما رو میسنجن. خب پس آیلتس تایم طولانی تری داره، تعداد سوالات بیشتری داره، تافل تسکای اینتگریتد داره و بعدیش اینه که شما اگه توی یکی از این تسکا ضعف داشته باشید
در نتیجه ممکنه یه تسکی که توش خوبیدم توش لنگ بزنید. یعنی مثلا اگه ریدینگ شما خوب نباشه، درک مطلبتون از ریدینگ خوب نباشه، ممکنه اسپیکینگتون رو گند بزنید، چون وقتی دارید اسپیکینگ میگید باید از ریدینگی که خوندید استفاده کنید. موضوع بعدی که خیلی برای خود من مهم بود وقتی داشتم توفل رو انتخاب میکردم این بود که خب شما وقتی دارید برای یه آزمونی میخونید خیلی مهمه که یا شما باید برید ماک بدید، یعنی آزمونایی که آزمایشیه، مثل آزمون سنجش ما میمونه فقط واسه آیلتس یا تافل میتونید بدید. قیمت ماک تافل از قیمت ماک آیلتس کمتره، ولی خب وقتی بهتون گفتم بعد هزینه، الان میخوام راجع به این صحبت کنم. اون موقع که من رفتم آزمون تافل ثبت نام کردم قیمت آزمون تافل 13 میلیون بود و یادم همون موقع یکی از دوستام آزمون آیلتس ثبت نام کرد CBT یا کامپیوتر بیسد 8 میلیون تومان. خب خیلی تفاوت زیادیه این دوتا قیمت. یه دقیقه فکر کنید 8 میلیون تومان 13 میلیون تومان، تقریبا 5 میلیون تومان، حالا اگه خورده‌هاشو نگیریم خب با هم تفاوت دارن. قیمت هر ماک آزمون آزمایشی آیلتس 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود و قیمت آزمونای آزمایشی تافل بین 400 تا 500,000 تومان بود. خب اگه بخواید بگیرید بازم آیلتس داره ارزونتر در میاد. مثلا من اگه بخوام 2 تا آزمون یا 3 تا آزمون آزمایشی بدم بازم داره قیمت هر آزمون آزمایشی آیلتس 1,200,000 تا 1,500,000 تومان و قیمت هر آزمون آزمایشی تافل بین 400 تا 500,000 تومان بود. و اگه حساب کنید خب بازم اینجا داره آیلتس اگه من بخوام 3 تا آزمون آزمایشی 2 تا آزمون آزمایشی بدم بازم آیلتس داره ارزونتر در میاد تا تافل. و خب قطعاً پروسه مهاجرت پروسه پرخرجیه، پروسه‌ای که هزینه زیادی میطلبه. اگه بخواید تحصیلی اپلای کنید بعد اپلیکیشن فی بدید و همه اینا هست و آدم دلش میخواد تا میتونه از خرج و مخارجش کم کنه و دادن آیلتس خب خیلی اکونومیک تره. موضوع بعدی که خیلی هم ممکنه باش به مشکل بخورم، من اسپیکینگ خودم نمرش به خاطر همین خراب شد. قضیه اینه که توی اسپیکینگ تافل شما تنها نیستید، دارید توی اتاق حرف میزنید که اگه آدمای بی فرهنگی بهتون بیفتن که آگاه نباشن از شرایط آزمون ممکنه آزمون شما رو خراب کنن، ممکنه خیلی بلند داد بزنن. اسم مرکزی که توش آزمون دادم نمیخوام بگم، ولی به خاطر مدیریت بد جلسه آزمون من اسپیکینگم خراب شد. بغل من یک آدمی نشسته بود که نمیدونست اگه آروم حرف بزنه میکروفون صداشو میگیره و داشت عربده میزد. من رسیده بودم به تسک برگردیم سر این قضیه آزمون آزمایشی. خب وقتی شما دارید آیلتس یا تافل میدید باید بالاخره هزینه یا آزمون آزمایشی رو هم حتما بذارید کنار و میگن یه دونه آزمون آزمایشی نخونده بدید ببینید چندید بعد شروع کنید خوندن. و خود من فکر کنم 4 تا آزمون آزمایشی دادم واسه تافلم. شما وقتی دارید تمرین میکنید برای آزمونی که 8 میلیون تومان یا 13 میلیون تومان براش پول دادید باید بتونید شرایط آزمون رو توی خونه فراهم کنید. من حالا از یه وبسایت استفاده میکردم واسه تافل که خیلی خوب بهم کمک می‌کرد شرایط آزمون رو توی خونه برای خودم فراهم کنم همه تسکامو. چون وقتی بخواید آیلتس امتحان بدید ممکنه یه نفر نتونید پیدا کنید که زبان انگلیسی خیلی خوبی داشته باشه و ازش بخواید بیا بشین اینجا من میخوام اسپیکینگ بگم از من سوال بپرس، حتی اگه این کارم بکنید جو محیط آزمون رو براتون فراهم نمیکنه. ولی تافل با توجه به منبعایی که داخل ایران سایت ایرانی که وجود داره به نظر من فراهم کردن شرایط آزمون تافل IBT توی خونه واسه تمرین کردن خیلی مناسب تره تا فراهم کردن آزمون IELTS CBT. چون یک شما اگزامینر ندارید که بخواد بیاد باهاتون صحبت کنه و بازم اگه یه نفر رو پیدا کنید عمه خاله عمو دوستی کسی که زبان خیلی خوبی داره بازم جلوی اون آدم چون یه آدم جدید نیست اونقدر استرس نمیگیرید. ولی توی تافل شما میتونید بشینید توی خونه و خب چون صداتون قرار ضبط بشه چه تو آزمون اصلی چه تو خونه میتونید اون شرایط رو راحت‌تر برای خودتون فراهم کنید. مقوله بعدی در رابطه با رایتینگ آیلتس و تافل است. رایتینگ آیلتس و تافل هم خب باز دوباره تایم رایتینگ آیلتس بیشتره ولی تایم رایتینگ تافل با اینکه کمتره خب این مزیت رو داره که شما قرار نیست فکر کنی، شما قراره دوباره سامرایز کنی، یه متنی رو میخونی یه صحبتی رو میشنوی و این دوتا متن و صحبت رو با هم ترکیب میکنید و راجبش یه رایتینگ مینویسید. تسک دوم رایتینگ تافل خیلی به نظرم چیز فانی بود چون دقیقا از جولای عوض شد، جولایی که گذشت و این مدلی شد که شبیه چت کردنه، شبیه قشنگ یه استادی میاد با عکس پروفایل خودش یه دونه میگه که اوکی بچه‌ها امروز می‌خوایم راجع به فلان چیز صحبت کنیم، مثلا به نظرتون فلان چیز خوبیه یا چیز بدیه. دو تا دانشجو با عکس پروفایلشون میان همونجا کامنت میذارن میگن که آقا من با این قضیه موافقم چون اینجوری
بعد یه دانشجو دیگه میاد باش مخالفت میکنه، میگه نه من نظرم اینه که این اینجوری نباید باشه، باید اینجوری باشه چون به این دلایل. و شما به عنوان یه دانشجو دیگه میرید با استادتون و اون همکلاسیاتون بحث میکنید. به رایتینگ تسک آیلتس یه دونه تسک یکی دارید که راجع به یه گراف رایتینگ، شما یه پای چارت، یه دونه نمیدونم لاین چارت، یه دونه بار چارت میبینید که بعد اینو تحلیل کنید و راجبش بنویسید. بعد تسک 2 رو میرسید بهش که خب بیشتر نمره شما رو تشکیل میده و انواع مختلف سوال داره و بعد راجبش بنویسید. به ذره عمیق‌تر نگاه کنیم. حالا من راجب ساختار و استراکچر اسپیکینگ و رایتینگ تافل و اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس باهاتون صحبت کردم. میخوام راجب تاپیکا و موضوعاتی که توی آزمون آیلتس و توی آزمون تافل ممکنه بهش بر بخورید وقتی دارید تمرین میکنید یا میخونید یا امتحان میدید براتون صحبت کنم. کلا تافل یه آزمونیه که آکادمیک طوریه، ولی آیلتس دو نوع داره، آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک، که کسایی که میخوان برن دانشگاه درس بخونن و توی کلا محیط آموزشی به صورت تحصیلی اپلای کنن باید آکادمیکشو بدن و آکادمیکش از جنرالش سخت‌تره. تافل آی بی تی هم که خب همون یه دونه است و کلا راجع به موضوعات آکادمیک دانشگاهیه، یعنی میتونه مثلا جامعه شناسی باشه، روان شناسی باشه، تاریخ باشه، باستان شناسی باشه، ستاره شناسی باشه، زمین شناسی باشه، کامپیوتر ساینس باشه، همه اینا میتونه باشه. این تاپیکایی که شما توی بیولوژی علل خصوص توی لیسنینگ و توی ریدینگ بهش برمیخورید. بذارید اینو براتون بشکافم. خب آیلتس ریدینگاش موضوعات جنرال تره، موضوعات دی تو دی لایف ممکنه باشه، یه چیز آسون تریه که ممکنه در حد متنای آکادمیکی که توی مثلا ریدینگ های تافل میبینید نباشه. ریدینگ های تافل اگه شما یه ریدینگی بهش برخورد که راجع به مثلا باستان شناسی، زمین شناسی یا مثلا چه هسته زمین، اتمسفر یا مثلا موجوداتی که منقرض شدن باشه، یه سری کلماتی میبینید که واقعا مغزتون قفل میکنه و میخواد سرتون رو بکوبید تو دیوار. ولی توی ریدینگ آیلتس شما ممکنه موضوعاتی رو ببینید که بیشتر باش سر کار دارید، منطقی تره، بیشتر دیدید، اونقدر تخصصی یا دانشگاهی یا آکادمیک نیست. مثلا ممکنه یه چیزی باشه که حتی قبلا راجبش خوندید. لیسنینگ هم همینطور. لیسنینگ موضوعاتی که شما توی تافل میشنوید یا موضوعات آکادمیکه، یعنی یه بخشش موضوعات آکادمیک تشکیل داده میشه از همون مسائلی که بهتون یه بار اسم بردم، و یا مکالمه یک دانشجو با یک فردی از مسئولین دانشگاهشه. حالا میتونه مثلا مسئول خوابگاه ها باشه، مسئول کتابخونه باشه، مسئول نمیدونم مثلا امور دانشجویی، هر چیزی باشه. کلا میبینید همه چیش داخل خود دانشگاه، داخل آکادمی، داخل مثلا اسکول هم اون تو میمونه، همونجاست، زیاد اصلا بیرون نمیره. ولی ممکنه توی لیسنینگ آیلتس شما یه موضوع رو بشنوید، مثلا دو نفر دوست دارن راجع به یه کافه‌ای صحبت میکنن، راجع به یه موزه‌ای که رفته بودن صحبت میکنن، راجع به نمیدونم یه مخترعی حرف میزنن. نمیگم که آیلتس آسان‌تره ها، نه، آیلتس تعداد سوالای بیشتری داره، مغز آدم خسته میشه، تو لیسنینگش باید تایپ کنی، ولی خب این همش 4 گزینه‌ایه. میگم هر کدوم تفاوت‌های خاصشو داره، ویژگی‌های خاص خودشو داره، مزایا و معایب خودشو داره، شما باید تصمیم بگیرید. یه نفر میگه که اوکی من راحتم برم با یه نفر بشینم جلوم، یه آدم جدید، استرس کامیونیکیت کردم با اونو بکشم، باهاش حرف بزنم، اوکی هم که یه روز دو روز استرس بکشم، ولی حاضر نیستم برم توی اتاق بشینم یه جایی که ممکنه اگه خوب مدیریت بشه مشکل نداره، همه خیلی آروم صحبت میکنن. نمیتونم برم بشینم یه جایی که کلی آدم همزمان با هم میخوان حرف بزنن، یه نفر ممکنه انقدر فرهنگ نداشته باشه که صداشو پایین نگه داره یا هر چیزی. دیگه جمع‌بندی کنیم. توی این ویدیو من بهتون ویژگی‌های هر کدوم از این آزمونا رو گفتم، مزایا و معایبشون رو گفتم و گفتم چرا با توجه به شخصیت من آزمون تافل بیشتر به دردم خورد تا آیلتس. حالا شما باید ببینید که کدوم بیشتر به درتون میخوره. خوشحال میشم که تو کامنت ها بهم بگید که کدوم به نظرتون برای خودتون بهتره و چرا. حالا من سعی میکنم چه واسه آیلتس چه واسه تافل 2 تا ویدیو جداگونه درست کنم، در مورد ساختارشون صحبت کنم و بهتون یه سری منابع رو واسه خوندنشون معرفی کنم. نظرتون رو راجع به این ویدیو بهم بگید و بگید که دوست دارید بازم براتون از این مدل ویدیو بذارم، یکم بذاریم تو فاز ادویکیشنال و اینا. و اینکه ببخشید به خاطر اینکه همش به خاطر درس خوندن و اینا هی در غیبت صغرا و کبرا بودم، ولی فعلا فکر کنم که یه تایمی رو باشم پیشتون. و تا یه ویدیو دیگه از رویاهاتون دست نکشید، چون هر چیز خوبی تو این دنیا از یه رویا شروع شده. جامعه داشتم.